پیغمبر بزرگوار روز همراه اهل اصحاب بودن، میگه از غزوه گشته بودن، یک مادر تفلکش، یک کودکی شیرخوارش میگه در بین مردم گم کرد. هر سودک جستجو در سراغش بود، ناگاه میگه کودکش پیدا کرد، در آغوشش چقدر محکم جقید کودک، سر و بدنش بوسه میکرد و سینهش برآورد، میگه در دهن کودک داد و شیرش میداد. چقدر محبت و دوستداری سختش داشت. پیغمبر بزرگوار اهل اصحاب گفتن که ای صحابه، گفتن آیا این مادر دیلش میشوه که همین فرزندش به دستای خودش در درون آتش با اندازه؟ اهل اصحاب گفتن یا رسول الله هرگز دیلش نمیشوه. پیغمبر بزرگوار گفتن که من شما را یک چیز میگم، اینا خوب فکر کنه. رب العالمین 100 برابر از این محبتی که مادر نسبت به فرزند داره، خداوند 100 برابر از این زیادتر شما بنده هاش دوست میداره. یعنی که رب العالمین چقدر بنده دوست داره، چقدر